أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اولا از نام حضار محترم، از نام عزیزایی که در این محفل که شرکت دارند، برادرمان حاجی محمد یوسف به خاطر توی ازدواج فرزندشون عمرجان تبریک و تهنیت میگوییم. ثانیاً برای عمرجان و برای او دختری که انتخاب کرده است بهترین تمنیات از درگاه خداوند رب العزت تمنا میکنیم که خداوند بخت اقبالشون بده، از جمیع بلا و گزندها حفظشون کنه، خداوند بینشون الفت و مودت و محبت اسلامی و واقعی را برقرار سازد. حاصل این نکاح خداوند براشون فرزندای خوب و صالح و عالم و قاری و محب عطا فرماید. و برادرایی را که در این مجلس خیر شرکت دارند انشاءالله تبریک و تهنیت میگوییم، زیرا ما و شما الحمدلله در یک محفل سنتی شرکت داریم. رسول گرامی صلی الله علیه و سلم نکاح به خودش نسبت داده است تا به حدی که تأکید میکند النکاح سنتی فمن لم یعمل بالسنة فلیس منی. نکاح سنتی من است، کسی به سنت من عمل نمیکنه از ما نیست. از این لحاظ نکاح اینقدر درجه و منزلت داره که خاصتا نزد احناف، نزد پیروای مذهب امام اعظم ابو حنیفه، از طاعات عبادات نافله دیده شرکت کردن در محفل نکاح کردن اجر ثواب بیشتر و زیادتر داره. سبحان الله. و شعبچه بارم الحمدلله یک جوانمردی بنوری متقی و از همین چهرهش دیده می شود تقواشه، ببینه که سنت ترک نکرده است. خداوند جمیع مراد و مقصوداش حاصل بگردونه. ببینه خدا راستی با باباش هم شناخته، همسایه من بودن، اما بابای شادی بیگ علیه رحمه همه جوان مردای بغیرت و جسور بود، اما در زمانهای جوانیش حتی پیشوای بچه ها بود یا شوره، مقصد که چی بگیم کماندیر شو بود. بعضی همون جنگ نیزاهایی که میشید و دوره زیاد بودن همی کارو، خصوصا بروسایی که در منطقه 91 دیگر جا زندگی میکردن، هم تری رزبورایی که میشید همیشه این مقصد که هم پریدوادی تیل بود پیش بود. پیامبر اسلام درود خداوند بر او باد می‌فرمایند حجامه شفای امتی من است. شما اگر از بیماری‌های فشار بلنده، استرخ اندراز، رادیکولیت، پروستاتیت، گریژا، روماتیسم، بیماری‌های سیستم خونگرد، فشار خون، بیماری‌های دل، درد سینه، تنگی نفس، درد سر و درد چشم و یا اینکه خیرگی چشم و اینچنین از وزن زیاد یا اینکه کم وزنی رنج میبرید، حتما در رقم‌های روی اکران بوده در تماس باشید. بختیار حجامه در خدمت شما است. سراغای ما شهر مسکو، ورخناپولیا، دام 48 در نزدیکی بازار صدوات. حتما در رقم‌های ما در تماس برایید. مقصد که هم پریدوادی تیل بود پیش بود، بسیار جوانی مقصد که با غیرت و با محبت در اسلام بود. خداوند رحمت و مغفرتش کنه. انشاءالله اعمالو نزدش عرض کرده می شود در عالم برزخ. یقین داریم که انشاءالله روح شاداب میگرده از این فرزندش یوسف بی که امروز طبق سنت دستور پیامبر صلی الله علیه و سلم محفل نکاحی فرزندش برگزار کرده ایستاده است. و شعبچه را در حقش دعا میکنیم، طلب و تمنای دعا داریم از این. انشاءالله در این حالت دعای شه اجابت میشود. وقتی که حضرت عبدالله ابن مسعود میگه ازدواج میکرد رسول خدا صلی الله علیه و سلم یا ابن ام عبد سل تعطه، یا گفت ابن مسعود، حضرت ابن مسعود ابن ام عبد میگفت، مادرش ام عبد میگن، همین به همین تخلص معروفه مادرش. گفت سوال که از خدا طلب که حالا اگر هر طلب کردی خدای تعالی اجابتش میکنه. و حضرت عبدالله ابن مسعود هم که محصل تعلیم گیرنده مکتب محمدی بود، دست به دعا برداشت، گفت اللهم اینی اسألک ایمانا، پروردگارا من از تو طلب میکنم ایمان. اللهم اینی اسألک، خدایا از تو طلب میکنم
ایمانن لا یرتد، ایمانی که نعوذ بالله یعنی دیگه پشیمانی نداشته باشه، بازگشت نداشته باشه، ارتداد نداشته باشه. و نعیما لا ینفد، پروردگارا من از تو طلب دارم، از تو تقاضا میکنم نعمتی را که فنا شونده نیست، نعمتی را که دائمی است. و مرافقت نبی که صلی الله علیه و سلم فی اعلی جنت الخلد، و رفاقت همنشینی حبیب محمد صلی الله علیه و سلم در بلندترین درجه و مکان جنت جاویدانی. الله اکبر. خدا کنه که همین جوانای ما امیدشو همین باشه، طلب تقاضاشو از پروردگار همین باشه، امیدشی نباشه که فلان ارتیست فلان رقاصه را بیارم در تویم توبتا، بلکه آرزو کنه که پروردگارو من از تو طلب میکنم ایمانی را که ایمان ارتداد نداشته باشه. خدایا من از تو طلب میکنم نعمتی را که انتها نداره. پروردگارو من از تو طلب میکنم مرافقت همنشینی و صحبت حبیب محمد صلی الله علیه و سلم در بزرگترین مکان، در بلندترین درجه جنت جاویدانی. سبحان الله. خشوع به حال کسی که با ایمان از دنیا برد، با خدا قسم اگر گناه بنده از زمین تو آسمان باشه، اگر اهل ایمان باشه، آخه بنده که توبه کرد خدای تعالی گناه را میبخشد. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه خلیفه راشد ما از رسول گرامی صلی الله علیه و سلم روایت کرده است که حضرت گفت ما من عبد قال لا اله الا الله ثم موت على ذلك دخل الجنه الا دخل الجنه. هر بنده ای که با لا اله الا الله و محمد رسول الله دنیا را ترک میکنه، خدای تعالی او را داخل جنت میکنه. امام مسلم روایت میکند از حضرت عباده ابن صامت رضی الله تعالی عنه که میگه رسول گرامی صلی الله علیه و سلم فرمود من شهد الله اله الا الله و ان محمدا رسول الله حرم الله علیه نار. کسی گواهی میده که شهادت میتم که نیست معبود بر حق مگر الله ذوالجلال و گواهی میتم که محمد صلی الله علیه و سلم پیامبر بر حق اوست، خدای تعالی آتش جهنم براش حرام میگردونه. چون که ایمان برده باشی زنده ای، چون که با ایمان روی پاینده ای. همه حضرت سفیان ثوری را قصه میکنن که کثیر البکا بوده است، زیاد گریه میکرده است. باره میگن یا ابو عبدالله علیک بالرجاء فإن رحمت الله اعظم من ذنوبک. ای ابو عبدالله گفتن بر رحمت پروردگار امید، رحمت پروردگار همیشه از تمام گناه های تو زیادتر و بالاتر است. میگه به همون چشمای گریان دل بریان گفت او علی ذنوبی ابکی. هیچ جاهلا گفت شما گمان میکنید من برای گناهان گریه دارم؟ والله لو علمت انی اموت علی توحید لم ابالی بمثل الجبال این از ذنوب. قسم به الله گفت اگر من یقین بدانم که به همین توحید میبرم، به ایمان ای دنیا میرم، اگر مثل که را داشته باشم پروا نمیکنم، زیرا میدونم که پروردگار غفور و رحیم ای، پروردگاری که میگه سبقت رحمتی علی غضبی، همیشه رحمتم پیش غضبم میروه.